واسه بچه‌ها چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چی براتون خیلی خوب پیش بره. آقا امروز قراره یکی از کارهایی که من خیلی دوست داشتم همیشه انجامش بدم و با هم دیگه انجام بدیم. اونم اینه که با هم دیگه درخت کریسمس رو دیزاین کنیم با وسایل دندون پزشکی. یه چند تا چیز میخوام قبلش بگم. من این ویدیو رو که توی حالا هر فیلدی، چه دندون پزشکی چه فیلد دیگه، میان و با وسایل کار خودشون یه درخت کریسمس دیزاین میکنن و خیلی دیده بودم و تایمی که داشتم برای کنکور درس میخوندم یکی از اصلا انگیزه هام واسه قبول شدن همین. ولی هیچ وقت حتی تایمی که قبول شده بودم از دانشگاه هم 2-3 ترم اول اصلا وسایل دندون پزشکی نداشتم که بخوام باشون کار کنم. این ترم وسایل دندون پزشکی دارم. ببینیم بچه‌ها، کشوری که ما زندگی میکنیم کریسمس اصلا هیچ معنی خاصی نداره. قطعا توی زندگی منم همینطوره. ما نه روزای هفته‌مون نه تقویم سال و ماهمون باشون یکیه، ولی برای من هر چیزی میتونه یه چیزی باشه که اوکی از اینجا بیا استاپ کنیم دوباره شروع کنیم همه چیزا. و نمیخوام که 3 ماه شروع کنم تا عید ایران شروع بشه و با اون حالا تصمیمایی که داشتم رو شروع کنم. میخوام که همین کریسمس هم برام یه شروع باشه. ولی گفتم این فقط به خاطر اینه که خیلی چند سال دوست داشتم که یه درخت کریسمس رو با وسایل دندون پزشکی دیزاین بکنم و اینکه یه شروع داشته باشم. به هر دلیلی مهم نیست، یه شروع باشه که کاری که همیشه عقب مینداختم، کاری که اسم کردم نیاز دارم به یه استارت خیلی قوی براشون رو از همین روزا شروع کنم. خب آقا این درخت کریسمس منه که 0 تا 100 رو محصول خودمونه. یعنی اینکه 0 تا 100 رو مامانم ساخته تا اینجا و من الان فقط قراره که دیزاینش بکنم، وسایلایی که دارم و بهش الصاق بکنم، وصل بکنم